اگر شما امی فرهنگ بزرگ آموخته در خود گرفته باشه و پر از امو فرهنگ باشه، در پیش یگان خلق و ملت احساس بیچارگی نمیکنی. در پیش هیچ کس خود را کم حساب نمیکنید. اینمی من قریب سالهای زیاد در سیاست خارجه، قریب 10 سال روبری ریاست سیاست خارجه بودم. در سیاست خارجه یک کاری جالب است. وقتی یگان کنفرانس تمام میشد، یگان مجلس تمام میشد یا یگان چی امضا میشد بین دولت ها، با همه جمع میشن و یک لعلیده یا در یک میز شراب میارن، آب، شراب، گلاب، چیزی کسی چیزی خورد، همه یک تایی میگیرد و بعد نماینده هر دولت و هر ملت سخن میگوید، توست میگوید. همینجا دیپلمات همین است که از بزرگان خود یگان سخنی نادر میگویند برای حیران کردن دیگران، برای نشان دادن تمدنش. مثلا میگه که یسینی ما چنین گفته است، ایش میگه مثلا ترکوان باشه میگه مخدوم قلی ما چنین گفته است، ایش باشه قرقیز باشه میگه مدام مثلا در مناس چنین گفته است. هر ملت چیزی میگه از بزرگاش. و من هیچ یادم نمیره که وقتی نوبت ما میشد، نوبت تاجیکان سخن دادن، یک جام است چیزی که دستمون باشه میگرفتیم، بعد من به همین زبان روسی یا انگلیسی یا فارسی از بزرگای خودم یگان چی میگفتم، از رودکی مثلا، از خیام، از خاصه از مولانا جلال الدین رومی، از سعدی، از حافظ، اگر یگان چی میگفتم همه احساس میکردم که همش گنگ شدن، همش شاک شدن، زیرا سخنانی اونا در برابر او سخنای بزرگای ما هیچ بود. وقت سخنانی اونا، گپای اونا در برابر او فرهنگ و تمدن و شخصیت و نامهایی که ما از نامی او گپ میزنیم، او خودش مقایسه میکنه که او از نام مولانا جلال الدین بلخی گپ زده که او در جهان در سطح اول است. بنابراین اگر شما همچون نماینده هم فرهنگ احساس کرده تانی خودتون از نام هم فرهنگ با قدرت گپ زده تانه، شما احساس میکنید که شما کم نیستید، بلکه برتر هستید، بالاتر هستید. چرا این احساس نمیکنیم؟ چون که او چیز نداریم، نداریم. بنابراین وظیفه نسل جوان مسلح شدن. چرا آزمون ها از کتابخوانی فروغ سوبیدانه؟ چون که دوباره با همون فرهنگ مسلح شوید. شما در کدام حالتی باشد که بچه من از بامی بلند آمدگی، من از پستی نامدم، بنابراین خود را هیچ وقت نمی فروشه، خود را هیچ وقت بوی نمیده. این اینجا لحظه ای که شما میفهمید که چی خیلی مسلح بودن با فرهنگ و تمدن خود به انسان قدرت میدهد، انسان را قوی میکند. خصوصا در معاشرت بیرونی ما یک ذره در پیش یگان تاش احساس کمبودی نمیکنیم، چون که در برابر تمدن ما مقایسه نشنده است. خب در همین درآمدگاه بینای سازمان ملل متحد یک هیکل است، یک مجسمه تقریبا مثل همین صحنه، از 4 طرف 4 هیکل ایستاده است و زیرش نوشته است که 4 بزرگ جهان، 4 کسی که همین علم و فرهنگ و تمدن امروز را آفریده است. و شما میدونید که جای افتخارش این است که همین 4 نفر هر 4ش تاجیک است، هر 4ش. از پیش شناخته است ابن سینا، پدری علمی طب، کسی که 1000 سال اروپا از کتاب او طب خوند و در همین 1000 سال در تمام جهان کسی که با علم طب سینا شفا یافته است، این سهم مردم تاجیک در نجات بشر است. خلاص پس سینا را گذاشته است که پدری علم طب.
از بخارا تاجیک. از این طرف دست راست نشست ابو ریحان بیرونی رو مونده است. ابو ریحان بیرونی پدر جغرافیا، کسی که هنوز در عصر نوح کره زمین، قطریان، رادیوسیا رو چین کرد. 500 سال پیش بعد اروپایی ها چین کردن و به نام خود نوشته، ولی بیرونی همون واقعی را اندازه گیری کرده بود. پدر جغرافیا تاجیک از همین خوارزم. سوم از این طرف گذاشته است عمر خیام. عمر خیام پدری وقت. حالا ما عمر خیام همه ربایاش از یاد بکنیم. این هم یکی از گپای مهم است که یکم وقت شرطیه ما بسیار بزرگامون شاعر گفتن خیلی اهمیت نمیتیم، ولی عمر خیام شاعر نیست. عمر خیام ریاضیدان، متماتیک، کیهانشناس، استرونوم، در وقتای بیکاریش چند ربایی نوشته است. ولی ما رباییش قبیدیم، کیهانشناسی و متماتیکا و زمانشناسیش فراموش کردیم. بنابراین این باید برقرار شود. و در اون سازمان ملل او را برای رباییش نگذاشته است. او را همچون پدری علمی زمانشناسی، یعنی کلندری که ازی داریم، میگیم نمی روز فرزن 20 است، 20 اکتبر. این کلندری جلالی، تقویم جلالی که عمر خیام با 80 شاگردش در رصدخانه اصفهان در دوره سلجوقیان ساخته است و در اروپا رفت. نامش شد گریگوریانی، هم خیلی هم کار میکنه. یعنی پدری وقت تاجیک از دولت سامانیان از نیشابور. و چهارم گذاشته زکریای رازی، طبیب، پدری علم خیمیا، کسی که شیمیا رو اختراع کرد، کسی که امروز تمام جهان در اساس صنعت خیمیا رشد کرده است. این همه کارخانه ها، کارکرد نفت، کارکرد گاز، اینمی اشیا، اینمی میکروفون، اینمی تلفن و چیزی داریم، اینمی گلا و چیزی داریم، صنعت خیمیا. پس زکریای رازی تاجیک اینقدر به جهان سهم گذاشته است. این سهم ما و شما است. بنابراین همین 4 بزرگ گذاشته است. گفته است که پدرانی تمدنی معاصری جهان هر 4ش تاجیک. پس چی گفتن با این؟ انا سطحی ملت کجا بود؟ اینا بزرگاش، اینا فرزنداش، اینا افتخارش. بنابراین ما دوامی نمو تمدن هستیم. ما از زیر بوته پیدا نشدیم، ما با یکان قرار و فرمان پیدا نشدیم، بلکه ما دوامی متمدنیم. تاجیک بودن خودش یک فرهنگ است. تاجیک یک کلمه، نام یک ملت نیست، فقط نام یک تمدن است، نام یک فرهنگ است، نام یک اصالت است. اگر شما همی فرهنگی بزرگ آموخته در خود گرفته باشه و پر از همون فرهنگ باشه، در پیش یگان خلق و ملت احساس بیچارگی نمیکنی. در پیش هیچ کس خود را کم حساب نمیکنید.